سلام اشتني خوب بخیر دوستی بیا که سرایه هم یک یالله بگو تا یک چرخ پیش تا پیش بیاد تو برو آدم هیچ که آدم مگه سال و 12 و 10 سال هاشون بابا عباس به چی وکیل صاحب شما کار داره؟ عباس به چی وکیل صاحب؟ برای بگو بیا بالا چیکار شد؟ یالله یالله مامان روز هستین؟ بله سلام اشتنی مامان روز بخیر سلامته اشتنم ایجا وکیل صاحب خوبم شکر سلام میگفتم اشتنی مامان روز شکر خیلیت بزرد شد خیلیتی بود مامان روز من بیانم و کمکی به شما کار داشتم شما دیشه به ترابی نبودین؟ نه من دیشه رو ایتی بدم جام رفقا خوب خد مامان خبر بدم میگم این خاطر معلومم نمیشد این ترابی نبودم به ترابی نبودم مامان روز مر وکیل سر پیار من ری کردن به در سرا شما گفتن بری بگو کمی کجی به چی خور کن گوشونه خواهی همی گیلک چی خوشلوچی شما رو چی کاری شما نه؟ خب چی خوشلوچی منه خوب؟ همی گیلک کجی رو کنی نصیحت کنی خب چی کار کردم؟ دیشب به ترابی 5 دفعه آخوند مسجد ما اپیش نشته باش یعنی اینو چی کار میکردم؟ به خاطر که همی کجی رو گیلک یک دم جیغ میکشن یک دم خنده میکنن یک دم ششتون لغتک بزن میکنن یک دم مسخرگی میکنن واقعا این کار خوبی نیه این چی کار خوبی نیه این مسجد برای نماز خوندنه برای خنده کردن نیه برای شوخی کردن نیه درم و درو میبر بده ای اور بزن خودی کش بزن 5 نفر نماز به هم خورد ولی راست میگی ها اشتنیه بالی مردم تنگ میده بالی مردم روزی گپ خنده داری هم هست همین گیلک لا گیلک بسای کو اگه کجی بچی من گیلک بچی خوشی برای دست رو پیش پیاره برای ای اور تنگ میده بالی مردم ای یکی دیگه مور تنگ میده نمازو مردم خراب شد خب من همیشه خودی کجی گپ میزنم مردم به گیلک کار ندارم باز گیلک از خود پیاره داره برای خوبه بدم اون تو کار بعدیه برای دست رو پیش پیاره برای خودی گپ زنی باز هم کسی به چه کم نصیحت کنی گفتم این کار خوبی من همیشه رو اون میفهمونم بله مای مبارک رمضان گناه داره به تماشه ایت کارو کنم من ارتیالم تو صبر کو که من یک دفعه لالا جو به چی وکیل سر محترم یاد اگه من چه چی برای توری برای من 10 روپیه گیله باشه خود پیا گیله کن گپ زنه لالا خاطر اگه یک کجیر شاید دیگه نکنه خوبه چون شوخی خیلی میکنه اگر بیارم ما چه به پلو خو میشونم که دیگه جل سلام نتونه خب بیشتر از خدا حافظ شما خوش اومد خدا حافظ خوش اومد تو سیکو که بام سال نماز میام چه فکر نمیکنی تو مسجد میری جرمرگ جون خوشی بخیر تو فکر نمیکنی کوم مسجد تو جای عبادت دیگه تو عبادت کو که تو میری مسخرگی این تنگ میدی اور تنگ میدی چی رقمه کل مفسد میگیله که پریش تو سیکو یک دم خور ولدی قوری میندازه یک دم رو بچه تنگ میده یک دم خور ولد یک رقم نون میخوره یک رقم نون میخوره دل هم مردم بشوره او چی رقم انسانیه ای کجا میری؟ اینجا بابا من ببرم من نبودم بگه تو بیا که تو یک درس بودم چری بابا چیکار شده؟ میگم تو دیشب من مسجد نبودم تو گیلک برسی مسجد را زیر به زیرو کردی کار خوبه کردی شما گردنم من اگه بابا چشمم به مسجد نرفته بابا چری میزنی؟ چری میزنی بابا؟ گپ کم تو اشته خرم مرگ نکردی گردنم من اگه بابا بابا ما بدار خونم ما صبر سن مرور میجی چی گو بابا؟ چه نصیحت نمیکنی خجالت کش تو میری بنو مسخونه میرم بابا من نبودم گیلک بیدن بابا کی بود؟ گیلک بیدن گیلک بگو خور بچه دادم خور بچه میندازینی واقعی بابا من نبودم واقعی تو مزا فکر نمیکنی نی بابا دیگه خفتن که من خودم باید من پلی بشینی خوبه بابا خوبه میفهمی گردنم من نبودم این تا کلک دیگه نکنم که دیگه خود بچه مسخرگی کنی خوبه بابا خوب بد کردم بده برو دیگه بد کردم بده برو دیگه بده
تو مسجد میری آنیسا کن مسخری کرده میری من حالا برم به درس را پیش بیار گیله کن برم من بره کار دارم خود گیله کن قبل بزنم چیکار اینجا چیکار میکنی؟ اینجا چیکار میکنی؟ بله اینجا چیکار میکنی؟ اینجا مادر ما گفتم برو سیما رو بگیر. بیا ترشی بیا. ها؟ بیا ترشی بیا. بیا. ترش شو دیگه؟ مفتم تاجور. با مرکی که مفتگی. بیا. میگم دیشب من ماچت نبودم. تو خجالت نمیکشی که تو ساکو خود کجیران خود خوردیشی بیرد ماچه خرم برک نی. تو با نماز خونده رفتی یا خرم برک کرده؟ ها؟ ماما پیلو کمی؟ ها؟ شما سعی کنی شما نزنی خب نه چی خاطر رفتی بدی؟ با نماز خونده رفتی یا خرم برک کرده؟ کجیر بچه شما بیا مادر گفته گیل نگفتم او گفته بیا برین که ما ماچی سرشون آش میدم و چون قلوره و چون شلماشو چی و چه کاره خب افطار خورم وا کنیم انا براتون به تراوی رفتیم گردنم بند باشه او میخندید اگه به لغتا با کلمه میزد او میخنده او میگه تو گیل تو میگه ماما جو ها وخی من دروغ نمیگم تو دروغ نمیگی ها بله چی خوبه پرسید شما باجی پیار من چی مایی که من میزنیم خجالت کش تو چی میگه کنم کلتون میکنم باشه شما چی حق داری برو وخی با خدا بده با مدار خو میگم برو حق برسون که میگی بگو نه دیگه تو رو با ماچه نبینو چی کار داری شو خالی منیم شما برو دیگه برو وخی برو دیگه برو میگو نستا با کجا داره تا معلمانه تمالتونه در سر زمینا مانه بگو شاختار که نشیدی بشیدی نه مال و گویون تو مدر فکر نمیکنی بچه شما بیامده خودی که کلی گندی خو یک وجه قاطی بیامده دیگه اگه به در سرام میدی برای کجی اگه من نفس نکنم مفهمی خودی آمده یک وجه برو دیگه خش برو نستا کجی خود تاش خلا خور با معلوم هرچی بسته که میزنم اختیار خوده بده برو دیگه بده برو دیگه شما دیگه به سلام نیاین برو دیگه برو شو خالمه برو من نماشون من به پیاس کار دارم با تو نماز بیا یا به سر سفری افطاری بیا مدر فکر نمی کنی خود شما میتون گدایم یک پشقاب البانه میاد برو دیگه برو میگم
چی نده دیگه مسخره شیطون تو موزا فکر نمی کنی که با چه نادان کشمی که با پهل خصوصات میکنی این چلنگ بدین اون چلنگ بدین آخرم مولا صاحب سال که اشتباه میکنه یا موزا فکر نمی کنی این نماز ترابیر سکن اینا سکن به همین قطع فقط تنی شطوره میمونه خجالت هم نمیکشم سلام علیکم. ما روزیشتنه. یارم بخیریم سلامته. خوب شو شما رو بدیدم. میگم. بله. شما دیشب اول کوچری به ترابی نبودین. من دیشب خدمت قوم خبر بدم چه؟ خب. همین بچه شما. خب. کجی. ما نوروز هر رقمی که خود شما فکر میکنیم همین آمدن به مسجد که آدم بیایه به صف نماز تلنگه کنه ایر تلنگده اور تلنگده بخنده قیخ کشه امی چی معنی میده؟ میگم من وکیل محل اون لالا شما وکیل محل نیم شما وکیل بچه خونیم هم دگه چی بچه نه غیره بچه من دگه کس ندارم ماچه ماما نوروز بچه ها مردم میایم الد نماز میخونم غیره بچه باجی شما و گیلک و کجیر بچه شما دیگه هیچ کسی تفساد پیشگی ها نمیکنه آخه کاش که ما و شما یک نماز الد بخونیم یک روزی الد بگیریم باز نماز و روزه که میگیریم همینجا به مسجد میایم هم خرمبارک میکنه و ملا صاحب اشتباه میکنه چه همین فکر کنیم از اینکه به زور رخت لباس بستونیم به سربر برسیم به عقل کمال و کمی برسیم و من حامل که با کلمه بی عقل نادون رفتم خب برم تو زدن که دلگه بری بر راست میکشی او سعودی او گیلک کونه بدیدیم 40 سال 45 سال سن سعودی نمیفهمه همین بچه شما که با بچه پا خورم از دیگه تر کردم کاکا همین بچه شما با پا گپ 10 نفر و سرجو توش نمیبره و پس میاره گفتم اگه دیگه صدا بچه میشنیدیم تا ماچه با گپ آقا بچه شما میاییم کنار خو استاد کنیم نماز بخونیم پس بیریشیم بره من همین چیز گفتم برای مامان نوروز شما از این گپ مدق نشین نه مدق نمیشون لالا سه کنیم به 12 ماه یک ماه روزه همین یک ماه هم که ما و شما کوشش میکنیم که نماز و روزی ما علده باشه کاش که با همین بچه ها شما و بچه باجی شما اینا خورتکا باشم که به گپ نفهم بگم بچه 7-10 سالی خب به گپ نمیفهمه هر کدوم اینا گیلک و 50 سال نزدیک سن دارن بچه شما هم که 25 کمتر نی هسته نه خب اگر شما به نماز میخونیم خب مسجد اگر خرمبارک میکنیم بریم به تا زمینا به خود خرمبارک کنه که 4 نفر مسلمونه که میای نماز میخونه بفهمه که نماز میخونه راست میگی کوکو نصف همین مردم دیشب همه نمازهای و گناهی به گردن گیلک و کجیره مردم سرغلط میکنه من دیگه دوباره بچه خوب فهموندم کوکو من پلیم بعد نماز خونه من پلیم حرکت کنه بره بخونه خب صحیح خیر بینی دیگه چی میگی هیچ چی مدام از گیلک دیگه ضمانت نمیکن بچه باجی شما نه بعد شما رو بفهم به پیش مادر بریم به پیش کلونی رو بریم خوب رام کمی تو گفتم تا دهن داغ بود که بزدم خب اگه با آمدیم شب بدم مسجد آمدون ما بدم مسجد مثل کمر بیری میکنم اختیار خدا رو دیگه بریم خدا حافظ